در حدود سال 520 پیش از میلاد، داریوش بزرگ، سومین شاه هخامنشی، یکی از شگفت‌انگیزترین پروژه‌های مهندسی جهان باستان را آغاز کرد. او فرمان داد در مصر کانالی از رود نیل تا دریای سرخ ساخته شود. مسیری حدود 80 کیلومتر که کشتی‌ها از طریق آن می‌توانستند میان آسیا و اروپا رفت و آمد کنند. این کانال را می‌توان پیش نمونه کانال سوئز امروزی دانست که بیش از 2000 سال بعد ساخته شد. این طرح نشان می‌دهد هخامنشیان تنها یک قدرت نظامی نبودند، بلکه در اقتصاد، تجارت دریایی و ارتباط جهانی هم پیشرو بودند. با گذشت قرنها، کانال بارها بسته و باز شد، اما نام داریوش بزرگ به عنوان نخستین فرمانروای تاریخ که چنین پروژه‌ای را آغاز کرد، جاودانه ماند. تلاش او الهام بخش نسل‌های بعدی شد تا قرنها بعد کانال سوئز امروزی شکل بگیرد.